خوشبختی همین کنار هم بودن هاست، همین دوست داشتن ها. سلام، روزتون بخیر. من لیلا محمدی هستم و اینجا استودیو برنامه لاف. خب دوستان عزیزم، میخوایم در رابطه با برنامه با هم دیگه صحبت کنیم و بگیم که اصولا برنامه‌مون در رابطه با چی هستش و چه هدفی داره. ببینید، برنامه لاف همونجوری که از اسمش مشخصه در رابطه با روابط صحبت میکنه، روابط بین دختر و پسرها. از زمانی که یک دوست داشتن، یک آشنایی کوچیک اتفاق میفته تا زمانی که این آشنایی تبدیل میشه به دوستی و بیشتر پیش میره، دوستی ها عمیق‌تر میشه و گاهی به ازدواج میرسه. ما میخوایم راجع به کل این روند دوستی صحبت کنیم، از لحظه‌ای که یک جرقه علاقه آشنایی بین دختر و پسر زده میشه تا زمانی که به هر حال با هم وارد یک رابطه میشن و این رابطه ادامه پیدا میکنه تا زمانی که به ازدواج برسه. چون حالا چند درصد از این دوستی ها یه چیزی حدود مثلا 60%، 70%، من دقیق نمیدونم، شما بهتر میدونید، به ازدواج میرسه. میخوایم راجع به این روند دوستی با هم دیگه صحبت کنیم و بگیم که به چه شکل باید باشه. چیزی که میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم اینه که اصولا این دوستی باید به چه شکل باشه و این روند باید چجوری پیش بره. و حالا که این اتفاق نیفتاده، ما میخوایم در واقع بررسی کنیم، ببینیم که چه مشکلاتی وجود داره و این چالش هایی که باش مواجهیم برطرف کنیم یا بشناسیم این چالش ها رو. خب میگیم که چرا ازدواج کم شده؟ یکی از مسائلی که وجود داره اینه که چرا ازدواج کم شده، چرا جوونا دیگه در واقع بگیر نیستن، ازدواج نمی کنن، آقا پسر ها نمیگیرن، دختر خانوم ها هم که نمی کنن این کارو، شوهر نمی کنن. چرا این اتفاق افتاده؟ ما مد نظرمونه کلا موضوع دوستی، ارتباط بین دختر پسرها، روابط دوستی، اکس، رل، کراش و هر اون چیزی که شما خودتون بهتر میدونید. میخوایم ببینیم که علت شکل‌گیری این روابط به چه شکلیه، چجوری میشه که دو نفر با هم دیگه وارد رابطه میشن و چجوری رابطه‌شون رو مدیریت میکنن و پیش میبرن، نقطه ضعف‌هایی که وجود داره که یه رابطه‌ای دچار مشکل بشه چه چیزهایی هست، و تا برسیم به ازدواج و مشکلات ازدواج، طلاق، مشکلات طلاق. کلاً موضوع برنامه راجع به ارتباط بین دو نفره، دو تا جنس مخالف که با هم موافق میشن. خب یکی دیگه از موضوعات برنامه و هدفهای برنامه اینه که ما با گسترش روابط دوستی امیدوار بودیم که در واقع روند ارتباطات و ازدواج آسان‌تر بشه و شاهد ازدواج‌های بیشتر و با کیفیت بهتری باشیم. چون به هر حال خودتون بهتر میدونید که در گذشته دختر و پسر خیلی کم همون میدیدن یا اصلا همدیگر رو نمیدیدن. طرف میرفت مثلا شب عروسی، دختر تازه میدید که این بابا داماد کیه، تازه داماد شب عروسی میدید. این برای خیلی قبل البته، ولی الان اینجوری نیست. الان دو نفر با هم آشنا میشن، کلی با هم بیرون میرن، صحبت میکنن،
مشکلاتشون رو با هم دیگه تا جایی که میتونن حل میکنن و بعدم یه سریشون وارد زندگی میشن و با هم دیگه ازدواج میکنن. ما میخوایم راجع به این موضوع بپردازیم که چرا اونایی که با هم دیگه ازدواج میکنن بازم دچار مشکل هستن. با اینکه در واقع زمان دوستی زیادی داشتن، یه جورایی انگار اینجوری بهتون میگم مثل پیش تولید یک فیلمه. میگن که هرچی پیش تولید یک فیلم بیشتر باشه تولید راحت‌تر و بهتره. مسئله دوستی آشنایی هم همین جوریه، یعنی با روند دوستی و بیشتر شدن رابطه دوستی امید ما بر این بود که شاهد ازدواج‌های طولانی و موفقی باشیم، ولی متاسفانه حالا نمیدونم چه مشکلی وجود داره که شاهد ازدواج‌های خیلی کوتاه و بسیار بی‌کیفیت همش با جنگ و دعوا هستیم. این آسیب شناسی کنیم ببینیم که این مشکلات به خاطر چی هست. در واقع چرا با اینکه دوستی ها و آشنایی ها زیاد شده ازدواج اینقدر کم شده؟ یکی دیگه از قسمت های برنامه که میخوام براتون توضیح بدم رو در رابطه با قسمت روانشناسی برنامه بفرستین. هر مشکلی دارین، هر سوالی دارین که میخواین از روانشناس محترم برنامه بپرسین حتما بپرسین. ما توی برنامه بعدی حتما پخش میکنیم سوالتون و تو برنامه بعد به سوالتون پاسخ داده میشه، خیالتون راحت باشه. بعدی برنامه‌مون راجع به گزارش مردمیه و دوستان من زحمت کشیدن و گزارش تهیه کردن و نظرات مردم رو راجع به موضوع برنامه پرسیدن. میتونید شما هم شرکت کنید تو این گزارش و خودتون فیلم بگیرید، ویدیو بگیرید و در واقع برامون بفرستید و نظرتون رو راجع به اون موضوع بیان کنید. قسمت بعدی قسمت آزاده. ما فیلم ها و ویدیوهایی که مربوط به برنامه‌مون میشه رو پخش میکنیم. پس تا اینجا متوجه شدیم که برنامه ما به 4 بخش تقسیم میشه. یکی ارتباط من با شماست، ارتباط مجریه، یکی کارشناس محترم برنامه که از منظر روانشناسی موضوعات برنامه رو مطرح میکنه. قسمت هم که قسمت آزاد هست برای ویدیوهایی که و در واقع فیلم ها عکسایی که راجع به روابط صحبت میشه درش. و اما من فقط یک بلیت رفت میخواهم، بی برگشت به آغوش تو.